دوستان گرامی، برای شما چیستان‌های مردمی خلق تاجیک رو پیشنهاد می‌نماییم. شما می‌توانید که جواب این چیستان‌ها رو با ما بجویید. چیستان یکم: شب پر باشد و نور ریزد، روز که شد باز بگریزد. جواب چیستان رو اکنون می‌جوییم. برای شما یک چند ثانیه وقت داده می‌شود. شما جواب چیستان رو یافتید؟ بله، این ماه هست. درست گفتید. آفرین به شما. چیستان دیگر را گوش کنید. یک طبق انار پیش عمک جبار، گر مرد باشی یک دش را بردار. جواب این چیستان رو فکر میکنیم. برای شما یک چند ثانیه وقت داده می شود. شما جواب چیستان را یافتید؟ بله، این لخچه است. آفرین به شما. چیستان دیگر را گوش کنید. خودش کلان و سایه ندارد، لیکن گرمی میدهد. جواب این چیستان را مییابیم. شما جواب چیستان را یافتید؟ بله، این آفتاب است. آفرین به شما. آفرین. چیستان دیگر را گوش کنید. از دور آمد، جان دارد، نیزه ها بسیار دارد. جواب این چیستان را فکر میکنیم. آماده باشید. جواب چیستان رو یافتید؟ بله، این خارپشت است. آفرین به شما. آفرین. چیستان دیگر رو گوش کنید. ارعری در روز سایه ندارد. فکر میکنیم و جواب همین چیستان رو میجوییم. برای شما یک چند ثانیه وقت داده میشود. دوستان گرامی، شما جواب چیستان رو یافتید؟ من به شما گفتن میخوام که اگر شما در جواب چیستان گفته باشید که دریا و یا راه، شما درست گفتید، چون که دریا و راه سایه ندارند. آفرین به شما. آفرین. دوستان گرامی، در همین جا برنامه من به آخر میرسد. اگر برنامه به شما پسند شده باشد، از شما خواهش میکردم که شما علامت بسیار خوب رو پخش نمایید. به همه شما خانه آبادی و سربلندی رو آرزومندم. شاد باشید.